بچه نگاه کنی، من الان وارد گوگل شدم، وارد کروم شدم. خب اگر دقت کنید میبینید که خب چقدر الان خلوته. مثلا انگار معلومه که تازه وارد این حساب شدم. حالا حساب قبلی خودم و الان اومدم بیرون، وارد یک حساب جدید میخوام بشم. این قسمت آدمک رو میبینید. خب این در واقع پروفایلمونه. این برای اینکه میتونیم یک حساب کاربری داشته باشیم. اگه دقت کنید، من یک حساب کاربری، یک ایمیل ندارم. بجا مزیت این که شما یک حساب کاربری به مرورگر خودتون بدید، مخصوصا مرورگری که خیلی دارید ازش استفاده میکنید و خیلی باهاش کار میکنید، وارد سایت های مختلف میشید، به اون سایت ها مثلا حساب کاربری میدین و رمز میدین. مزیتش اینه که زمانی که اون حساب کاربری حالا توی گوشی خودتون داشته باشید، مثلا تمام اعلانه ها و تمام حالا تنظیماتی که انجام میدید به ایمیل خودتون میاد و از داخل گوشی وارد اون قسمت تنظیمات ایمیلتون بشید، میتونید توی قسمت امنیتش بدید رمزهایی که دادید و ببینید. حالا صرفا اگر در جای دیگه، حالا با یه سیستم دیگه، اگر وارد اون سایت دلخواه میخواین بشید، حالا رمزتون رو فراموش کردید، از گوشی خودتون که حالا وارد اون حساب کاربری ایمیلتون میشین، توی قسمت تنظیماتش، توی قسمت امنیت میتونید برید اون رمز رو ببینید و وارد اون سایت بشید. حالا بعضی در مورد امنیت میگن زمانی که شما یک رمز قوی به ایمیلتون بدید و یک رمز 2 مرحله‌ای بهش بدین، خیلی سخت میشه اون رمز رو پیدا کرد و وارد اون اطلاعات ایمیل بشه. به خاطر همون همیشه سعی کنید یک حساب کاربری داشته باشید، مخصوصا اگه خیلی کار با مرورگر دارید، حتما یه دونه داشته باشید که بتونید دسترسی داشته باشید. مثلا در واقع سینک یا همون همگام سازیه که من میتونم مثلا زمان رمز اینا رو داشته باشم، وقتی وارد یک سایت دیگه، وارد یک دیوایس دیگه، یعنی مثلا یک دستگاه دیگه بخوام بشم، راحت بتونم به اون دسترسی داشته باشم، به اون اطلاعاتی که میخوام. حالا من اینجا هیچ در واقع میبینید زده اینجا ساین این تو کروم، یعنی من میخوام وارد یک ایمیلی و مثلا به اینجا مثلا دسترسی بدم. من در واقع به گوگل میخوام یک دسترسی بدم که بتونه به ایمیلم در واقع دسترسی داشته باشه. من اجازه رو به این مرورگر میدم که به ایمیلم دسترسی داشته باشه. من زمانی که حالا کارم تموم شد میتونم مثلا از اینجا خارج بشم. من زمانی که شما خارج میشین از اون حساب کاربری، خیلی از این در واقع هیستوریاتون، اطلاعاتی که دادین کلا پاک میشه. حالا زمانی که به صورت مهمان دارین ازش کار انجام میدین، میتونین وارد بشی، کارتون انجام دادین، ساین اوت رو اینجا حتما بزنید دیگه. اون طرف مقابل، حالا مثلا نفر شخص بعدی، به حساب کاربری شما دسترسی نداشته باشه. حالا من وارد میشم، اینجا از من ایمیل میخواد، من ایمیل رو وارد میکنم. اگر ندارید که کریت اکانت بزنید، یک ایمیل جدید بسازید و همیشه ایمیل شخصی و ایمیل کاریتون رو سعی کنید جدا داشته باشید.